روحانیه که در توی برادرزاده‌اش در ناحیه کوشانیان مانع رقص و سرود شده بود به دعوت به افراطگرایی متهم شده است. رادیوی آزادی روز 6 اپریل سال 2023 با تکیه به منابع خود خبر داد که پرونده عبدالحنان عثمانوف 51 ساله را علیه برای محاکمه به دادگاه ولایت ختلون فرستادند. دو منبع این رسانه در مقامات تفتیشاتی روز 6 اپریل گفتند که پرونده روحانی 3 ماه باز تفتیش میشد و خودش در بازداشتگاه موقتی یا سزا قرار دارد. خود دامولو عبدالحنان و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند. معلوم نیست که آیا او وکیل دفاع دارد یا نه. ویدیوی برای دعوت نوازندگان و توی برادرزاده‌اش را ویران کردن این روحانی در ماه ینور موج واکنش‌ها را برانگیخته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 ینور سال 2023 در نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی بازداشت و مجازات ساکن جماعت مینت‌آباد نویه کوشانیان و امام خطیب مسجد این منطقه عبدالحنان عثمانوف را برای با سخنان تحقیرآمیز ویران کردن یک توی دامادی تصدیق کرد و بدون ارائه جزئیات گفت که نسبت به عبدالحنان عثمانوف برای محدود کردن حقوق برادرزاده‌اش ابوبکر عثمانوف و نمایش بی‌احترامی نسبت به جامعه از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان چاره‌های مأموری اندیشیده شد. عبدالحنان عثمانوف در گزارش وزارت کارهای داخلی گفت در حقیقت عصبانی شدیم، بخشش میپرسیم، یک خطا کردیم، امید است که خطای ما اصلاح می شود. ویدیو این توی جنجالی در دهه کمنتر در اینترنت بحث‌های گرمی را بین کاربران تاجیک به پا کرد. برخی در زیر این ویدیو نوشتند که این مرد همچون یک نفر مذهبی نمیخواست که تویشان با رقص و موسیقی گذرد و زن و مرد در توی خانه یک جا باشند. گروه دیگری بر اینند که تاجیکستان یک دولت دنیوی است و ممکنه رقص و موسیقی در توی خرسندی با چنین شیوه درشت بوی طالبان میکند. اما اکثریت از شیوه گفتار دامولو عبدالحنان انتقاد میکنند و می نویسند که او به عنوان یک خادم دینی نباید چنین ویژه‌های درشت و تحقیرآمیز را به زبان می آورد.